کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. امروز قراره که براتون یه ویدیو خفن داشته باشم. دخترای چنلم قراره که امروز واسهتون یه ویدیوی پرکاربردی بذارم و امروز قراره که برم سراغ لوازم آرایشی. کلی لوازم آرایشی دارم و قراره که امروز از اونایی که استفاده میکنم و خوبه رو بهتون معرفی بکنم و بریم با هم دیگه نشون بدیم و روتین پوستی هم با هم دیگه داشته باشیم که ببینیم روتین پوستی من چطور پیش میره. خب اول از همه بریم سراغ اتاقم. قرار نیست اتاقم رو نشونتون بدم چون که اتاق من یه ویدیوی کامل و جداگونه داره و قراره که امروز از لوازم آرایشی ها براتون قراره روتین پوستی داشته باشیم با هم دیگه و کلی لوازم آرایش نشون بدیم. خب میبینم که اینم از کلی لوازم آرایشی که قراره تک تکشو بهتون نشون بدم. نگاه کنید 11 و 10 دقیقه است. خب این پشت مشتام یه چیزایی هست پیدا میشه، بریم که کم معرفی کنم. پشتا براتون میگیرم که ببینین چیه. مثلا این یه ویتامین سیه، سرم ویتامین سیه که خیلی ازش استفاده میکنم، ازش راضیم. ژل ابرو روغن آرگان هستش که خیلی ازش راضیم، واقعا فوق العاده است. قیمتا هم بچه‌ها حدودی نمیدونم واقعا چند، خیلی وقت من اینا رو خریدم. یکی دو ماه هست که مثلا میخرم، هر یه ماهی یه چیزی میخرم، هر ماهی یه چیزی میخرم. برای قیمت دست انگلیسیه که خیلی هم خوشگله، شاین خیلی ریز و جذابی داره، خیلی هم باحاله و خوشبوه، واقعا خیلی خوشبوه. این اسپری شاین دار خیلی خوشبوه و من ازش راضیم. این شاینش تحت شرط کننده است و پد کاف و براش پد پنبه است. پد و پنبه اون چیزایی خیلی واسه بهتر. اینا چند نوع روژه که من همه جای دیگه هم دارم. اینا فعلا خوباشه که استفاده کنم، دوستشون دارم. این شماره 04 خیلی روژ خوبیه. حالا اگر پیدا کردید این شماره 05 کنده شده بچه‌ها. اینم 04 ولی این دو تا خیلی فرقش می‌کنه. یعنی بخوام دو تا 04 شماره 01 ولی خب هر شرکتی شماره‌هاشون با هم فرق داره 100%. مثلا الان دو تا 04 ان دو تا شرکت‌های مختلفن ولی این جنسش خیلی کانسیلرش خوبه. خود این یه کانسیلر شیبلم داریم اینجا، مارکش هم کنده شده. خب شیبلم یه دونه کانتور داریم، حالا نمیدونم شما استفاده می‌کنید یا نه. پروژه داریم، کانسیلر و کانتور جامد دارم. من از این پرایمر استفاده می‌کنم، فوق‌العاده پرایمر عالیه و راضی هستم. این مال همینه ولی خب این حرارتیشه. ویتامین دارم یا همون ویتامین آده، یه دونه لیپ گلاس حرارتی دیگه دارم، یه سری موچین و قیچی‌های ریز و یه دونه قیچی بزرگ که وقتی حالا کار خیلی این مارکشه و فوق‌العاده این روزنامه رنگ خیلی خوشگلی داره و عالیه واقعا. من خیلی این بوده که استفاده می‌کردم ولی خب من از این بیشتر راضیه دارم که دیگه شرابی بهش میگم. تینت خیلی خوبیه ولی خب خیلی پررنگه، باید کم استفاده کنی ازش ولی خب در کل راضیم ازش. اینم یه سری براشا و شونه‌های مختلفی هست که حالا خط چشم دارم اینجا، خط چشم دو سر، براش و خط چشم و یه دونه خط لب اونجا، می خط لب دیگه است، یه دونه خط لب دیگه دارم. مثلا این کرم مخصوص پوستمه از درماتیک آفتابی درماتیکم. کرم مای به خاطر رنگی بودنش میگیرم که من کرم پودر اصلا استفاده نمی‌کنم، از کرم مای یا ببخشید یا از این کرم استفاده می‌کنم. اصلا از کرم پودر استفاده نمی‌کنم، از این دو تا استفاده می‌کنم. درست ضد آفتابه ولی خب باز خوبه که بهتر از کرم پودر هست. ضد آفتابای دیگه‌مه، درمالیفت، این مارک درمالیفت کننده موام برای براق کننده موه که حالا خودتون میدونید دیگه، قاطیش کنید میزنید برای موتون، هم یه نرم کننده خاصی میده، یه بوی خوبی میده به موهاتون و براق کننده موه. اینا برای حالا اتومو یا بابلیس استفاده می‌کنم، اینا رو میزنن به قول معروف باد بزنم که موقعی که برق میره از این استفاده می‌کنیم و خیلی هم خونه از این سوهان ناخونا بهتره که از اینا استفاده کنید. سایه است که به صورت کیف خیلی خوشگله که قراره اینم بهتون نشون بدم. ببینید چقدر خوشگله. اینجا یه دونه آینه داره، رنگای خیلی شاد و باحال داره، خیلی هم خوشگل و جذابن. حالت پنکیک تور داره، رژ گونه داره و سایه اکلیلی داره. دو تا پد روش داره، یه دونه اینه و یه دونه اینم از این. یه کیف خیلی خوشگل و شیک و باحال. کننده دست کرم شیر الاغ و کرم شیر گاو دارم و یه دونم حالا شاید براتون عجیب باشه که این چیه. برق میره حالا یا گرممه آب و گلاب میزنم به صورتم چون خیلی واسه پوست گلاب آب خنک استفاده کنید. توی این اسپریا بریزید. خیلی 3 2 1
اینجا خورده در هم یه جاپدی دارم، یه دونه بالم لب دارم، یه دونه دیگه‌ش هم اینجا دارم. قارچی خودمونه. سراغ این کشو میریم. رژگونه جامد داره، براشور، یه آینه، یه سایه، پلت سایه که من از این پودر فیکس استفاده می‌کنم. من اصلا پودر پنکیک نمیزنم. ژل اکریلیه واسه پشت به روتین پوستی خودم بزنم که چه وسایلی از اینا برای روتین پوستی استفاده می‌کنم. حتما تو کامنت‌ها برام بنویسید سوالایی که دوست دارید از من بپرسید، من بهتون پاسخ بدم و حتما ازم بپرسید. من یه ویدیوی کامل میگیرم براتون جواب میدم. خب اومدم قشنگ اینجا تکیه دادم براتون ویدیو رو بگیرم. قبل از هر چیزی خواستم ازتون تشکر کنم بابت کسایی که اومدن توی چنلم. مرسی ازتون، بوس بهتون، خیلی خوش اومدید تو چنل من. قراره ویدیوهای خفن داشته باشیم، ویدیوهای لوازم تحریری، ولاگ اتاقم، ولاگ این ولاگی که میذارم براتون، ولاگای 24 ساعته با داداشم. حتما سری بزنید به چنلم. من عینکمو برمیدارم، میریم سراغ. اول از همه کرمو بدون عینک قشنگ‌ترم یا با عینک؟ نظرتون چیه؟ این کرمی که گفتم مخصوص خودمه از درماتیپیک، کرم ضد چربی و ضد جوشه. من بیشتر میزنم، ببخشید اینجا میام یه خورده جلو شما خوشتون نمیاد، من میزنم تو آینه نگاه میکنم. از تو آینه میبینیم اصلا به جاهایی که زیاد جوش داره میزنیم. حالا ماهایی که تو سن رشد هستیم به قول خودمون کمی باید بیشتر زد و ببینید امیدوارم که نور خوب باشه. همه لامپ‌های اتاقم رو روشن کردم که قشنگ پیدا باشه و ببینید. من خیلی وقت میذارم واسه خودم، هر چا برای آرایش کردن هر چیز دیگه خیلی وقت میذارم. بذاریم که خوش بشه. من بعد سری واسهتون بگیرم چون ویدیو رو تندش میکنم. خب وسیله بعدی که باید استفاده کنیم ضد آفتابه. بریم ضد آفتاب بزنیم. ضد آفتاب بزنم برگردم. خب ضد آفتابمون رو زدیم، بریم سراغ کانسیلر. کانسیلرمون رو خیلی کم میزنم چون تو خونمو قرار نیست جایی برم. به نظرم اوکیه. یکم به اینجاها و اینجا میزنیم که خوب باشه. نمیخوام به جوشم بزنم چون من کرم ضد جوش دادم، قرار نیست به جوشم بزنم. بجز اینکه از آب گلاب فقط برای پوستم استفاده میکنم، از آب گلاب برای خیس کردن پدام استفاده میکنم چون خیلی خوبه. پد که خیس باشه بهتر لازمش فید میشه رو پوست آدم. برام خیلی شما برگردم. خب به نظرم اوکی شد. اینم از کانسیلر من. بعدی میریم سراغ رژگونش. مثلا من عادی طور آرایش میکنم یا حالا وسیله میزنم به پوستم. چرا عادیه مثلا چیز اینو فکر کنم برام خیلی چیز عادیه. بعضیا مثلا براشون سخته یا یه خورده مثلا یه نفر هست من میگه که تو چجوری رود میشه میره جلو دور. اصلا رژگونه من خیلی از اثر خودم خوب شد، خیلی هم جالب شد، باحال شد یعنی. بعد میریم سراغ آخری که قراره من ژل ابرو روغن آرگان براتون تست کنم. خیلی جنسش واقعا یعنی عالیه، خیلی اصلا جنس بهتر از این پیدا نمیشه. برداریم و خیلی آروم میزنیم به ابرومون، خیلی هم خوشگل. ببینید به همین شکل میزنیم. رسیدیم به پایان ویدیو. در آخر روتین پوستی من یه بالم لب جامد و یه تینت حرارتی زدم و ژل ابرومو و تمام. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید. مرسی که منو همراهی میکنید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.